سلام علیکم بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید که ویدیوهای خنده‌آور را تماشا کنید پس به کانال بابای خالو ابونه شوید. این دامادی تو ای خود رفته. من بازار رفتم ماما پرادوت که خریدم آمدم گفتم تا آمدن من لباسای من بشو تو که آمدم حالی هم لباسای من اشته اینا من مهمانی باید برم چیکار کنم کتا بای مرا چی؟ ای شما رو هم نشوشته داماد گردن آنده تو بخم شدم ای داری زندگی رو دیده به چی خسرت چکن زنه قیمت میفهمه بابی داماد چیگه پای داماد بس عبدت بابی چیگه پای داماد چیگه برای شما همین بچه تا خطر نواسط بفهم خوردن در ایچ گرمه چی گفت شده ای بفهم بابی چی گفت بابی جان تو پشتی داماد تو نگیری این دامادی که گذرانده سه وقت روزی چی با؟ من بازار رفتم پرادوت که گفتم خرم میام به خانه را لباسه مردم تا آمدن من بشو تو که آمد نه لباسه مشتن نه تو کده نشوشته یا؟ آی مرم نشته آی تو هم نشوشته؟ هی حالی جلک و شلواری مرم نشوشته نه بگو بابی شما رو هم نشوشته این نلای قرغم که اگر این داماد گوز رو بابی جان تو روزای اخیر تو وقتای اخیر تو بچه گذرانده سی فهمیدی نه لباسای ما را میشوی نه خمیر میکنی نه یا نون حلال پخته بتونی همه نونه را کجله پجله پخته سی حولیا را شروع نمیروی تو چیکار کردی این روزا بابی جان تقوی گوش کن مرا من زندگی مانده شدم سل شدم دلگیر شدم دختر تا بگو جوابی مرا به تمازی که زندگی نمیکنم